مصرف ماهی و بیماری‌های قلبی عروقی. سوالی که پرسید ماهی بخورم برای قلبم مفیده یا نه؟ اول ببینیم مثلا ماهی دقیقاً چی داره. ببینید گوشت ماهی در حقیقت مقدار خیلی خیلی زیادی از امگا 3 داره، ولی برمیگرده به این که شما ماهی رو چجوری تهیه میکنین. اگر که ماهی تا حد امکان کمتر سرخ بشه یا فراوری بشه میتونه بسیار به ما کمک بکنه، چون میتونه ریسک سکته های مغزی، ریسک آریتمی های مثل ویتی رو حتی کاهش بده. بعد دیدم اگر که ما ماهی مصرف بکنیم که خیلی سرخ نشده باشه و فراوری نشده باشه، به خصوص ماهیایی که گوششون تیره است، یعنی اونها بیشتر امگا 3 بیشتری داشتن. پس اگر که ما مصرف منظم ماهی به میزان 2 بار در هفته داشته باشیم به صورت منظم، میتونه این چند تا خاصیتی که گفتم براتون داشته باشه.